دیگه گوارتند إلا تيشت كي أفغانستان بجنگي تاتيو گشتركي مردين زا كيتن تيش بجنگا آتند وجنين زا گشتر دانشگاه تاتن وچو من كسان سالتون أجد سالك نبوتتون كمنا عسكرية برن من دانشگاه تا همون وانا اما گلوگایا بوتتون ما كلاسي تا اما استادی که امارا تاریخ هنر درس داتی نزنی زندگی روی شاد بی دکتر فرهان گوشتن دکتر محمد نعیم فرهان ایشی یک روزی باسی کرتی گوشتی شما کلاسی تا هر چی هستن موچی جنین هستن تو بچه کم هستند گوڑا بچه کنه گوشتی شما خوشبخت است شما رسه که سین که جنین رسید گوڑا هوا رنچوش بوتیو گوشتن که چونین جنین ایگید که متأهل که نه انتش کسی متأهل نه گوشتی که چونین جنین ایگید بعضین بچه کتن شوخی نتن تو اتفاقا موچی کابل زاگتن نازدانه و نازپرورده نو زیباروی نو ایشا انته هما سیاتا بین مردم و لاغر این مردم و اطرافی و روستای مردم مناتون کشن امروز شدتون گوڑا گوشتی که تشا کجای گوشتن کابولی داوانا گوشتی شما شم درتگ استید شما کابولی زاگ استید کپیتال نانچین کسی هستی که شدن نبی گوشتن هم ده یک بلوچی هم هستی که گوشتی همی سماجی من سوچی که تشا کجای من گوش من نشین امروز گوش کجای امروز من گوش من شگر دی هستون و پس دی نما گفتن گوشتی خوب بیا شتا سوچی که من گوهان گوشتی اگر تا جنین داره من گو نه گوشتی علاقه مندی داره من گوشت نه من کسانی گوشتی اگر تا مزان به تا هنر زیبا وانه تا هنرمندی به چو افغانستان امیتاب بچن و یکی دیگه شیشی کپور و یکی دیگه به هنرمندی به گوڑا تا که هنرمندی به و فیمس به و مشهور به و چی به گوڑا تا چیه لوٹه که شگوجه جنه گیره من منظور چه گوشتی که روس جنه گیره المانی گیره افغانی گیره کجایی گیره من چو سر جال پرینتون گوشت من چیزی گوشتگه نگوشتی نه تا باید وقتی نظر ابده گوڑا من گزانه چون انت دکتر گوشتی نه من گوشتم که من هر چی که بین گوڑا من اگر نه با سواد انجینین گیرد بلوچه گیرین اگر نه تماروستا انترین یک شوانگ انجینین گیرین بلوچه که بلوچه گیرین گوشتی پچیتا بلوچه گیره هنده تمن سرای گوشت خاک بیتی سرای ویشاسه که روستایی این کوالا هیچیه گوشتی دانشگاه و نره زیبا آوارتو وانی تو گوڑا رو تو بلوچه جنک کی روستایی نگید منا زور داد منگو بلی من گیرین گوشتی تا چونه نه منگو اگر نکسی ایچ قبول مکن من انچین جنک کی را بلوچه ودیه کنی که ای پاده ترکانی تا گوشتون یک من ارزونو جاو گلا ای پاده این ترکانی تا زیان بید ام په من باکی نه یعنی چی پادک داشته بی که هیچ کوشت ما دیسته من ها بلوچه ترجیح دین شما کابلی یا شما روس و شما چی و چی دکتر فرهان امیرنگ متوجه بودی گوشتی ای کب گرایی نزنی چونه که این منا فرصت ده آخره گوشتی بلوچ دلیلی چه انت که تا اینکه زحمت کشه اینکه چی کنه وطره انسان کنه یک جامعه به حساب پدمنتگ انتبیه تحصیل کنه دانشگاه بونه چاپین دانشگاه بونه جوانی رشته بونه وگوڑا تبره وطره تسلیم یک روستایی جنکو کیب کنه دلیلی چین منگو دلیلیش انت که منگو اگر نه با سواد انجانی گیره سید اگر مگید من اما وطی جامعه کپون هستم ما ملکتا هیچ اون مدرسه جنین زاگی نه دیگه نه جنین مشارکتی نه دیگه نه من لوچین که سیمبولی بین اون به عنوان یک تحصیل یافته یک هنرمند یک منو دابرین یک جنین افغان بلوچی بگیری من ای کوپون هستم من اگر جنین تاجیکی دیگه گیرین این تو این خیانتی هستی من باید جنین بلوچ جنکا بگیرین آره حرمت دیم پی خاطر اگر جنکا شوانگینا جنکا بگجتینا اگر جنکا دیکانو کشاورزنا اگر آره مکتب فرصتی بید آش کابلی او شما روس و شما هندو اکمتر نه گوڑا چون ای شرایط پای مساعد نه که دا بیتو مرچ منی هم کلاسی بید گوڑا ای ظلم روزگاری هستی باید من آیره حرمت دین اگر ادا کلاس هنکت من کلاس پا آیه برین آیره گرینی گو همایی بی سوادی آیره گرینی آیره با سواده کنین ای زاگا با سواده کنین تا ای که دیگه بلوچ هم دیگه کام هم برون گماتی کوما همی دکتر فرهان دکتر آجی محمد نعیم فرهان منا بغلی کرتو گریتی گوشتی زانه چونه من گوهان گوشتی من شده چکسلواکیا درس گفته درس وانتا وتی دکترا چکسلواکیا گفته و من جانی چکینا ورته من هیچ وقت محبت ندیسته ای منا گفته نعیم
کاسه شد نیم بستر آور که نیم ای که نیم که من چیه غلام بچه ای بودن ولی باشه تحصیل که من ناتون افغانستان از پیریشتون و پیرتون انو که آتون آجنه که داته گوشید جنگ تو آشوتی و تی ملکا شد من ادنا مردوزام منتون مش مجنوزام در گوشی من بیجان منتون گوشتم پیران سری ام نکه ایسه که عمره و تیا گوچه کین جنه که گوازنتون اذا دیستون که هیچ می چی عزت نبی تو تانا و تم کو تیا کوش جرا من نتوانی پاک کنین گرامنی سیاد نابرتن لوگر دعوت کردند گوشتی که او لوگر که نابرتن دعوت کردن جایش لوگر تو افغانستان گوشتی او دا که برتن گوشتن دکتر فرهان جانی ویلی کرتا گوشتن جانی بگر گوشتن چونین جانی نکه یگید گوشتی مترا باز مردم گیرند جنك كمودا بسواد ودي وشم تروزاكي سيادي ودي وتي قشتي هان مانا مش هاجرين قشتو بابا جان تم نين واسه قشتي ارشيس من تراجرين قشتي اخي تم نيتشي عشان قشتي تي نامه عشان ونتي علمه عشان وصون ايش قمنا مخابيم كما كان من افتخار كان انت مرد داشته بين كي دكتوري ويت لو قريتا اما دكتور باس كم دكتورا باس كم دار من افتخار كن وترى باجا دين دگه جنين عندما افتخار كن غرور كن كي من مرد دانشمند دارين ولا من هما جنك تروزاكا جبتم بسوادنا قشيان شراك رين قسام من كوتا كشيد لكتابك کوٹ بنده من کوشانه کشی من جراوانه کشی من نازدم نه چو خدای پرستش که ان من گوشیم با ایشا گوشن زندگی من تانون غلام بچه بودن اروپایی جنکه انون من بودن یک شهنشاه پادشاه بودن ولا همار ازن اگر جنین هر چون کفتگی بیت اگر مردا همت بیت جنین قوت کوینی کنت اره چون کنتی اره ملکه توانی کنتی و اگر جنین هم اگر شعور داشته بیت اما غلام مردا و تیا بادشاه کنتی پیشیتا باید حرمت متقابل بید و گسیتا اگر احترام متقابل ناتی وڑا دو مرد جن چدو کرک یا چدو کروسیا مانی که یک کلوندی تا گسیتا یک ای سره چم جن تی ای چما کوره که ایشی چما کوره کن گذشت باید بی مهربانی باید بیت و آ چیز وقتی که گذشته کنتی وڑا دوارگ آ چیز اشتباهی که بوده وقتی گذشت بودی مثلیشی که تا یک چیز را کاغذ سره نوشته کنه اشتباه انت آیره چونه کنه اریزه کنه آیره پاک کنه که پاک کرته دوارگا اشتباه هیچ وقت تکرار مکن گسیتا بدبختی کن مثلا پاری کوری بوده هر روز تجنین شما کشه که تا پاری نان چوش گشته من ماسا گشته من تی جنین تی براسه جنا گشته نه اشتباه کی اشتباه وقتی که عذر خواهی بودی اشتباه دیگه هیچ تکرار نمید اگر دیگه اشتباهی که دوارک تکرار نمید دارک تکرار نمید امی اشتباه تکرار در تکرار این که زندگی تعالی شوره کردن سلامت بات اطلاع منت ور جی منت باز باش جا من یه جستی هستم با توجه که مروچی سنگتان زمان باتی روز بوده شما درست تبریک و واجباتی بشم من لوٹی جستی بکنم با توجه شهندو که طالبان بود آق قسمتی که بلوچستان شمالی همش میاد است گو هندگی حالات وانه یک امیدهای رسته از ماتی زبانه برای تدریس و جمعآوری کتب و شما اور یک جستشی این که لحت شایعات هم پراکنده مثل همه دسته که ایرانیان شایع پراکنی کتا که بازم بلوچی در والی ها مثل والی خراسان و نیمروزشان و یه دیگه جاگه ها چه بلوچ هم و ده هست کار کنگن به عنوان امور قسم تو که والی و یه دیگه یکم که حالات آن نمیگه مارم بیان کن طالب مروشین طالب زیگین طالب نان مروچین طالب به عنوان یک گله یک حزب ایدئولوژیکین هستند مشما گندن چپی ندیستن مشما چپی روس و افغان و ایرانی و پاکستانی و هندو ایش وتی نژاد پدا ناتن وتی ایدئولوژی پدا آتند ایشان وتر براس و سنگت و رفیق گوشتند پای ملا هنی جنبگ وقتی که ایشان جنبگ انوشه یک حالت در بوده یک حالت اکادمیکی ناتا اکادمیکی حالت ایشون که آنها منسجم کرده بر اساس یک ایدئولوژی گوڑا ای طالبان ایشان پیشان مهم نه که ملای که افغانی که بلوچی که ازبکی
پیشان یک ملای هندوستانی نم کی بیت هم حرمت دادند یا ایوتی هم فکر زنن وتی هم ایدئولوژی زنن گوڑا اگر لاتین مردم مثلا اگر مشرقی بلوچستان یا مغربی بلوچستان اگر اودا شتگند اودا بر اساس مسئله قومی و مشارکت قومی نشتگند بر اساس همه رفاقت حزبی اودا هستند و اگر ایشان بلوچن که بر اساس قومی پواتو همه کاری ناسیونالیستین کنند ایشان کرتگه نکنند من شروع که گو طالبان حکومت وداتا گو همه مردمان من هم گرون چستون که ایشان لوچین که یک پاچوکی کنی مشماگنده پاچوکی اما مالا دوشن تی باز یک کسی دیگه اما تاسو کی کاری تو آخرین پتا گرون چیت مایگا کش پوت یک چاوچلی می جوړ کن ایشان من هرچی پاچوکی کنن چیه کنین هانا کنن هندند کولا دند ولی شدستش چیزیه نبی شدستش چیزیه نبی چیه که شما چیه اصلا شما شیر آپ کنترل جای دیگه هستی که کنترل کندی بله افغانستان تا بر علاوه شی که یک ایدئولوژیکین حکومت تا اما خدا او دا ناسیونالیزم افغانین و تر هر روز سک و سکتر کند اما وتی جنده مردمان گشتر پذیرندش اما وتی جنده مردمان گشتر اوانا کلمه و شهادتش دهند و اوانا چیه کن تبرکش کنندش اگر حزبی بوده اگر کمونیستی بوده اگر شولی بوده اگر هر چی که بوده اما مردم ریش و پشم دهند تو به عنوان طالب ملا و امان دیما کردند که قدرت 500 سالگین افغان حکومت قدرتش دستش مرد و بله مدت تا 2.5 سال انتهان که من گوشان هم گرنج استون گندیم نواز ایشان چیه کنند همه براسی که یهودا هستند دلگرمی دهند هانی کارا کنن ها کارا کنن ولی عملا چیز من نگیندیم شهوان نگیندیم مثلا من پیشنهاد من همی بوده که مثلا دانشگاه کابل تا اما دانشگاه زبان و ادبیات اوتیا پاس کنن دانشگاه کنداری تا اودنا 38 تا 40% کنداری جمعیت بلوچ هستند پشتو آوردن باید مادری زبان احیا وید حدودا به شبرغانی تا 600 هزار بلوچ ما دارن به چی ویتا به مزار شریفی تا 280 هزار جمعیت بلوچ دارن به اصلا تاجیک زبان بلوچ ما دارن حدودا 35 هزار گس ما دارن به جتا اینجاگان تخاری تا بعضی اینجا افغانستان تا یکی مش ما گوشم بلوچ ما افغانستان تا 2 میلیون 2.5 میلیون بلوچی گشتر کسی نزن ولی بلوچ افغانستان تا بازند شیخ خاطر آوازن که 200 سالن که بلوچ اودنا هستند که مشرقی بلوچستان شوتگن شمالی و شاید شوتگن نادر افشاری دوران گلشکر بودتگن همه بندر عباسی مردم بودتگن جاسکی مردم بودتگن اودک شوتگن من که شوان سوجس راخ کنین که مذهب شنگت شیعه تا همه دایکندی بلوچ که گذاران زندگی کند یا مثلا بازین بلوچی کابلی تا هستن پغمان تا هستن که ایش اما که به پانیپتی جنگان تا شوتگن گوگانن و گوڑا افغان پیشکی شهید و خانواده نداشتگند ایشان افغان دگار داتگند که به افغانستان جتا انجاگان وقتا گوندین فامیل تگند ام 200 سال تا ای بعضین چوین جمعیتی بودتگند اما گو هر جای که منتگند همه زبان ازورتگند گو تاجیکن تاجیکی ترکمنی افغانن افغانی به همه زبان هستند ولی وتر بلوچ دارند اما پیشان احیا کردن و زبان مادری پدا بردن و لباس و پوچ گود بردن من گوشان چی هستند ایشانی پدا هستند و احساس من دارین چیه که وقتی که اسرائیل 2000 سال دیما اسرائیل شبان شده ولی مروچی اسرائیل هیچ مذهب و دینی پدا نه طالبان گوشی که شما بنی اسرائیل مردم شما اسحاق زئی هستید و شما نزاین چی هستید و اصلا دینه پدایش نه و تی نژاد پدا انگودا ما حق کند که اما و تی کوما باید پدا بین اون جمعش کن و ایش قوم دوستی خدا دوستی انت و یا خداوند هم گوشید که تا شما جتا خلق کرتم پیشی که وتره همارنگ و تی جمعیت درگیجت و تی حامی بید و به ظلم مقابله بوشتت و جمعی بوشتت و دایی می حق دینین می حق وجدانین که باید وقتی قوم سر و پاسر داشته بین اما گوشتم که به افغانستان تا گوشتم مولا و ویرنگین اگر هستند اما ایشان فقط چیزی کارش نه دلش خوش کرتگند ای شهید داتگند بدبختی کشتگند ان یک جایش مولا مسیح انتویش امر داتگند که خب تا عمر اون رئیس شؤون اسلامی به یا ای به یا جای اولسوال به
ولا سوال بوتي هو السؤال يأتي كورتا جنا كان نمروز که مرکز آب ششمین مرکز آب شرب جهان انت جاهلی سیستان ششمین کولاپ آب شرب جهان انت امرو چی ودنا مردم شبیه فیا کورستن آپا صد جا مهار کرتگن بکجکی بستگن تو اشتره بستگن هیچ پچی آپی پا نمروز نکد گوڑا ای ظلمی هستی ایشتا گوڑا ای بلوچی که ودا حکومت سر هستن تی بلوچی گوڑا ایشانی ای بلوچان چی کاری کرتا ہے فقط بلوچان بی کاری فقط ای کاری بی که ایشان برن تو قرآن شریف و سیپاره درس دهن تو مندیلو که سره کن تو ایشان گوشت دم کارچش جوڑش کن تو پکدین که جا جنگی ویتشان دیم دهن تی پا می سودان نه انت من موافق بی اوره نام من موافق بیشیون که اگر ادنا عالم روحانی براسی ادنا کاری سره هستی که پا مردمان حق و حقوق بلوچید آپش بلوچید که مردم چمکور ما بیند کشاورزی داشته بیند آب وشین داشته بیند راه و سړکی داشته بیند شفاخانه و دوا و بیمارستانی داشته بیند و انت همی حکومت یگانه چیزی که بورسیه آزاد کرده تب و تباوت باره آزاد کرده که جین زگان هم همی دو سرو چه تا اجازه داده که برون دانشگان و بورسیه دین به قطر بورسیه تب و تباوت دین پاکستان دیم دین اما من به همی جیده تاستن تانی من نوش که تک یک بلوچ را هم بی بورسیه شامل کنن که برو تا دیگر چه داخل چه خارج برو تب و تباوت تبوانی واضح اینه که به افغانستان تب و تباوت جمهوریت وقتا وانتگن و تی مدرک انگت نگفتگن دا انت گاڑی دارن تو سیبو کچالو بیماز با کنند ایش فمن نامید کننده اند وقتی تب گوشه و کسی مکوشکینید گوڑا ایش دلرنجی استی و دانشکده زبان و ادبیات بلوچی گمان کول داتن وعده داتن که تکنه مردم بیار ای که من پا دستچوک و پاچوک شده شده لاتین سنگت معرفی کو شتون نیمروز و مصاحبه داتن دو سه ماه و سرگردان هستن آیه گوشند که باید امیرالمومنین اجازه بدن چی اجازه باید کنکور امتحان دهند کنکور مگه بلوچی شامل نصاب تعلیمی بوده که او دا کنکور کسی امتحان داد او دا کنکور که تا روی ریاضی فیزیک زبان اما چیزی که تا کلاس اول اتا 12 وانتگه هر امتحان ده نمره بالا انگفته یکی ادبیات رو یکی حقوق رو یکی ریاضی و یکی دیگه انجینری رو فبلوچیا که او دا هیچ کس چیز نوانته چیز نه تا پیشا پچی موکول کرده گندی ایشا پا کنکور کنکور که بروتی در مورد بلوچیا و در رشته نه بوده چی امتحان دادن که باز ایوتی همه کنکور اما جدول انتخاب کند ایشی درگیجید که ما رین زبان و ادبیات وانیم نه این یک کاری چیزی هستی که من گوشی موافق نه هستم بیشی که بلوچی تا نصاب تعلیمی تا نبود چی امتحان تشییع گره گوڑا اگر تواخین رو راست است و براسی کنه زبان و ادبیات کول داته که نفر آتی پشما آتی بچک آماده انگوار آماده که برام اتماسی زبان چی کن گوڑا زبان ادبیات بلوچی افتتاحی کنی بونگیجی کنی تا ورنه برام تو زبان و ادبیات و دا سکن تو برن سکایرن و ای کارتانو نبوده ای نامید کننده انت معذرت لوتین ابر کوچتن جی من اتوار همچه مثل ما مسائل که جمهوری اسلامی 43 سال تو همچه مردمان اول انقلاب بچاره چه قولانی داده تنتی رنده کم کم چون که کار کو دیگه اما یکی ایدئولوژی شاهیچ مردم امیدی مبندی من خیال چون من گوهم بگنده یا نه امیدی حتی بشه بلکه ما اول ابتدایی اگه دانشگاهش فعلا که مچه نکن بل اول چه باید چه یک تا 10 بوانتینی شی مدارس بیاتی شی فعالیتی بوده شهر اجازهش بداتی مواد زبان تدریس یک چیز دیگه هم هستی که همه چینکه سالگین جیره و جنگ افغانستان تا یک وحشتی کفته و مردمان دلات رس و لرز هستی من روشن خیال که هستن به 20 سال تا که او در روده تگن تو دانشگاه وان تگن تو ورنه هستن 40 سالگش هستن تو 20 سال تا تحصیلی کرتگن دانشگاهی هستن بگوستگن نظام و رژیم اود نکارو که سر او تگن تو اندل ترسی دارن طالبان وطره نزدیک نکنند ترستند که من دسته بندگی که ته گفلان والی یا بادیگارد بوده که ته گویی ای بوده یا بوده دل ترسی دارند تیشکواش کند یا ایران اند یا معطل هستند که ترکیه و کجا و دیگه برند پاکستان هستند شیر هستند و این یک ضرری چوین هستی
و دی باید په هیچ جای دیگر از چمتو مبین که هیچ جای دنیا مردم زندگی سنوید من کانادا ایتا هستون ولی دلمانه گستون کم تکاوتی رسید که من پرده چی بید من برین اما افغانستان همو دب کپین اما وتی ملکا برین اما سرین بلوچستان برین گوڑا ادنا هر کسی که کایند غرب هر کسی که کایت ادنا 1000 دیپلم دکترا داشته به ادنا فقط یک پیزا دریوری است ده هیچ اکوکو که نه این که بنام ماجر داته ای که اصلا کوچک وتی وان درست نکن گوڑا ای بیچاره کایند ای مزن اشتباهی کایند دا کایند نه کایند دیپرس بیان فقط په دارو درمان احتیاج دارن دیگه کاری کرتگه نکن گوڑا گیتر انته که ای کسی که همو دا هستن پی برگردن تمون نشه ایران نشه پاکستان ترکیه برگردن تو تی ملک همو دا ای بلوچ انو نگوشین و گو همه طالبان پدا نزدیک بیان تو اشه همه مش مصالح ملی شن استفاده کن تو گوان سازند اما آورن تگوشی که زمانه گوتا نسیلی تگو زمانه گا سیل بلوچیه تا دیگه آوری همیشن تگوشی که اگه هر پبارا انا دم بارا انا رد گوڑا بارا پهرا نزدیکن من معذرت لوچین اذا توهین ما بیتم براسان طالب اینا توهین ما بیت و اگر طالب وقت پوتی کوما کاری نکنند یا ون اجازت تینند باید ای روشن فکری که بوده هستند ایشان تا اهمال نفوذ کنند تی براسی که بینوان طالبی بوده و موان مولایی بوده و ای چیز بوده گن تو داشت اوان شناخت فقط دینی نستی ما چار کتاب و سپاره استی ولی روشن فکر براسی که دانشگاهی نستن گو اوان وطر نزدیک کنند تو همه شما همه چراغا کامداری حق و حقوق باید پاوانگوشم راسته در راس قدرت است تا من نماینده است ما یک کابلوت شی حکومت تا پیشی جیدا کرته جهاد کرته تزیمن تا وتر کشتن په حکومت انون تکی به حکومت سره ادا اتگی به عنوان ولسوال است یا والی است تر والی کرته کی دا نه کی ته دا بیا کوټی تا کپ نسوار فقط نسوار کنه و سیگار کشه دا ته باید اگر تی سر پاچه که شمان استفاده کن تا والی به ولی من شمان مشوره گرل اما وتی یکا باید گرن چون که دیگه طالب فوتی مردمان بورسیا دی مدن وتی جنک ایدا افغانستان جنک په تحصیل نه کلی وتی جنک دی مدن قطر دی مدن کجا گجا دی مدن په تحصیل وتی مردم دی مدن گوڑا شمار فقط اخفال کرتگن شمی زاگانا کشتن شمی جنینا جنوزام کرتن شمی ماسوگارنا مینان سر بورتن انم تا تگی فقط وتی نسواره کنه وتی پچوی سر کفته ودنا که الاس من ولا سوالی استم نه دوهرانه ده شمار اسیر گفته باید ای چون کن می روشن فکر همه کارا باید کنن تو همه کارا کنن مدرسه ملرزن بران گوهم مولا مولیان مسلمان انزاگن بران نمازن جماعتن بران اوان دلا بدست برن گوان یکی بین اوان تا نفوذ کنن پوتی کومه خطره وتی حقاش اوام گیرن یک چیزی هستی که هر چون که گفته گی اکه گرگیش نه که من تا توپکی کشه اکه گرگ هنرم لوشید اگه هوتی اکه اگر په زور گره تیدل اگه پزاری گره تیدل اگه پگریوه گره تیدل منظورشون که بیا تگه رسته نه به منزل رسته تا اگر به منزل پیاده اگه توانه بروه گو اسباب روه گو هر چون که کنه تی منظور تاما اتگه رسه گه انتا این مهم نه که چه طریقی رسه باید علمی براسوگاری که اود نایش کوش کاستن باید وطره گوی نظام نزدیک کنند خیر انتی نظام اگه یک روشم کی بید اگه در روشم کی عمر داشته بید باید ای همه یک روشه تا هم وتی همه یکین روشه حقا هم شیش هم گیرن به هر وسیله کی بوده شهر رای کی بوده دینی مذهبی اخلاقی غیر اخلاقی هر چون کی بوده هر چون که همو ده شرایط اجازه دادن باید گو همه شرایط باید باید وقتی که چی انت مجبور وقتی که بی مردم گو باید گو پتوه گو ما پتر که باید جوړ بید اگر جوړ نکید نتوانی که کسا ویل کن نتوانی که ماسا ویل کن گوڑا اگه گو پتر که جوڑ نکه اول وتی سرو کام پولا نرم کنه گوڑا وتی ماسه سره بترشت نده گوڑا مجبور انت وقتی پسا شدست داته گو پتر که جوڑ بیت آگی سیت اصول بیت سلامت باتت لالا ایمنی منظور انت ایمنی نظر است انت من نفهمین بلکنید جی منظور هم چون شما باشید که حق دیگه نه گرگیه هم چون که یه مزنی کیمی که نوشته بودی لحظه غدایی و شان قناعت از دانته و بیورزگی و تی صبر گویا تبسمی لبی همیشه گوشی که الله حکمته بابا الله حکمت چونه که مولا گوشن نه هرچه که یارتا چه ورزا الله همشه نه تقاومی وقت مجموع بی دست دیم با مکانته حرکت مکانته چه قدیم و بنید صبر بکنه که نشی الله نوشته نه بابا چون نه که الله نوشته تو باید یکم که حرکت بکنه راه بره و تی حق بگیره
جی منت و یه دیگه سوالی بود جا به نظر شما که اینجا سال که سیاست میشه آیا افغانستان امکان تجزیه هست یا نه در آینده چون گنده حالات افغانستان. افغانستان تجزیه یک چیزی هستی، مهم این چیزی هستی که اینه اینکه افغانستان تا ای امکانات بیت امکانات در شو بستگی به در دارند دسته اگر انچوش بی که قرار بید که ازبک گوشن که اما قطن گوگانن زندگی نکنن ماسیلی دارن توپ دارن چنگ دارن اما نتوانن گوگانن زندگی که یا تاجیک یا برای بدهند ای تاجیک و ازبک که کاری نیند چه جای پا بلوچن بید چیه که اگر مشمع یاتا بید وقتی که سازمان ملل متحد وقتی تاسیس بودی و منشوری کشیدن تو بارش منشور گوشتن که امی تقسیمات اراضی هستی و ای تقسیمات اراضی نباید کسی فروشید اگر فروشید ایجیده و جنگ ادامه ودیه کند وقتی سازمان ملل متحد ایجاد بودی بر اساس همه فیصله گوده همه مشماگندن که به کردستانی تا او دا 98% مردم په وتی استقلال رای داتند و حکومت هم عراقی ضعیف حکومت دیت اگر وطره امرن که استقلال وتی رای داتند اتوانتن که جتا بیند آزاد بیند و کردستان نتوانند که آن دیمگیر بید اما پیشی که اما منشور ملل متحد همه فیصله رعایت بید و ای فیصله ما فروشن چون اگه ای فیصله فروشید گوڑا بعضین ملکی گوڑا دنیا نقشه آوازه بید تو دیگه مردم هم تا چیه بیند تشویشناک بیند پاوانو گوڑا پای خاطر او مسترین سپیریش دنیا که است مثلا سازمان ملل متحد که کنترل کند هم امریکا انت و ایشان گوشتن که نه شما اما شما استقلال اما عرفی شدله توکا قبول دارن ولیش که اما نتوانن که نقشه افروشن گوشمه اجو کنگا ای منشور ملل متحد ای تعهد پروشید یکی وقتی که شما وتی اجوی عراق یکی گرید گوده تنهای کردستان اجوی نیند ایرانی هم وطرالوٹن ایران کردستان وطرالوٹی جتا کن تو کوری دیگاری به سوریه تایند تو کوری دیگاری به ارمنستان تایند و چیه تایند ترکیه تایند گوده یک چوین مشغله جوڑه بید ایران نلوٹی که قومی اچی بید گوده وقتی که شما آزاد بید آشیری که بیند ها جنگ کند گوده ایده یک چوین جنگی چوین منطقوین دامنگیری منطقه بید مزن پرشت و پروشی که شما فعلا شما وتی کارا کنید وتی کارا کنید وتی اما خود مختاری انانوی ناکی دارید اما را کنید اوانا کانه اش کرتی کردانی رهبران کانه کرد و کرد مروچی 8 برابر کل عراق مستقیما تیل صادر کنند 8 برابر کل عراق کردستان تیل چیه کند تیل با کند و رسما تمام دنیا آن به عنوان یک مملکت به حساب چه شفاهن آن به عنوان یک قدرت یک مملکت درسته که وقتی پلیس داری وقتی فوجی داری وقتی نظام داری و فقط تاره گوشته اجازه نداده که شما زر چاپ کنید تمی عراقی زر چی کنید گوڑا ای ورنتا و په افغانستان ته مگرن چوش بی که افغان حکومت هر چون ضعیف بی تاجی که لوٹ مروچی بنده لوٹید که جتا بید یا ترکمان یا ازبک کی جتا یا بلوچی جتا بید گوڑا ای یک جنگ بیهودگی نستی ای اگر جنگ کنند اگر کوش کنند هر چون کن وقتی سازمان ملل شان درست مکن پدایش جتا بوده نکن نیچ میشی که طالب حکومت دو نیم سال انگیبتگن مت چیزی بیاوان دستند ولی امریکا وقتی که نلوچید امریکا که نلوچی سازمان ملل هم نلوچی چیه که سازمان ملل که پول دندی اصلا مسترین سپورت کنوک سازمان ملل خرچوبا جانی امریکا اند امریکا مزن قدرت اقتصادی این هستی اگر به این زمانه که قدرت اقتصادی این چی که قدرت نظامی این هستی که شدیگر هم پزور زرگید مثلا وقتی که امریکا به یک جنگ تاره و امریکا وقت وام دارند امریکا هم کسی چون سرمایه زری نداری ولی سلید واس دارید یعنی که به جنگ انتکرد کانادا مسکین پزور گوات کش شدن طبیعی زران ایشی خرچه تبده کانادا مجبور که ای بارا بارس ش کانادایی ایشا پرنچیتو گرونچیتو تاکسگیتو زرگیتو چیه کن تو بارتی زرانه که امریکا گجاد یا اوکراینی تا جنگ که یا میدلیستی تا جنگ کن کجا جنگ کن مثلا شی وتی مردمان پزور چوکا سندید و اگر چوک ما سندید ایشان چونه کند ایشان یک محکمه مشتی د پیت ایشان من په همین خاطر لوټین یک ټکی را وضاحت دین مثلا اگه کانادا گوشید که نه من گوتی جنگان گونه نبین
امریکا گوشی تگه گونی جنگان گون مبه مروچی اگر من تشمنی سفر دفاعی در به ترا روس الاسکای سره که ترا لپاشید تا هر چون که مزن ملکی به 30 میلیون جمعیت داره در حالی که روس 30 میلیون ارتشی دارید ایش ترسید که اگر امریکا هم نشوتی چتر دفاعی در کن گفتم نه یک ملک دیگه روس که نگید گمی که بیا من همه هرچی بلایی که بوده همیشه دپیت دین و گفتم ایش هم کانادای نه نمود چه امریکا به جنگانی تابرد گوڑا پای خاطر امریکا مثلا قدرت اقتصادی نه ولی نظامی هستی ترسینی مردم ترسین تو شاوان زرگید و شاوانم که زرگید پدام سازمان ملل که ما مسترین مرجع انت قانونگذاری جهان انت گوڑا آئی مثلا خرج و باجن امریکا دند وقتی که خرج و باجن امریکا دند گوشی آنکه نان دهد چی دهد فرمان دهد گوڑا وقتی که امریکا سازمان ملل سپورت کن سازمان ملل هم امریکا دپا نگوزید اگر نه عراقی چیوا باید اندپندنس باید ای آجویا باید تایید کردین نکند ان کل کار ایشون که قدرت هندستند قدرت همه کسی که زور دارید اما کس فرمان دند سلامت باتید جی منتور ولی یک پاراگراف من اضافه کنم وجام جان با توجه بشه که افغانستان کردستان نه چه کردستان بودی مسائل هست تو مناطق و افغانستان که محضانه که پدام امریکا و چهره نکنه که با توجه که از اینا نشوا و وامدار بوده پدام وارد دیگه جنگی بی ولی باز ما گندگی که مثلا همه آمریکا و کشور صهیونیستی مثلا یا حتی داعشش کوچ داد از آن شعار همیشه داعش که خلافت اسلامی در سرزمین شام آمد که چنود ویلش کو هنویه مدعی هن که خلافت اسلامی در خراسانه هم به خاطر شی که جلو مثلا باید اجکشی که طالب هم ربطگن به سمت چین و قراردادان اکثر اوتی و چین بندگن و چه نیمک دارن کار کنن شان مثلا داعش بیه تا قسمت شمال افغانستان و خراسان شکل بده آیش امکانی هستن که آینده چین شکل بگیره که برای جلوگیری افغانستان باشه که یوگران آدم چچنی مثلا چچنیان و تاجیکان که هم داعشی هم که منطقه هم باشه بکشن یا یوگران هم ببرن به سمت مخالفت چین و شام بوده کار بکنه. ارزش لالکی دنیا تا مچین کام دی میما و تیم سایگا نروان تروزا کنا کوزا که همارس کی وضعیت هم چیرگی دارن هم هونی دارن ما محیط هم شنظر جغرافیایی اما درست انت که کردستان فاصله دارن ولی وضعیت کم کو که جغرافیایی نمه کردستان شبیه کرنت مثلا تو کورش شمالا ترکمنستانی وارد افغانستانه مثلا تو کورش شمال شمال شرق نیمه مثلا تاجیکستان مثلا تو کور افغانستان تا افغانستان مثلا ما ولایت واخان دارن تاجیکستان ولایت واخان دارید یا مثلا ادنا به ترکمنستان تا تو کور چوین دیگاری ترکمنان که به افغانستان تا که بر اساس ما فیصلان قدیمینن ای تو کور افغانستان هم ایرنگ نه که تنها افغانان ملک بیت افغانستان یک تو کورش ترکمنستان افغانستان تا یک تو کورش ازبکستان یک تو کورش چیوا تاجیکستان انت گوڑا افغانستان پشتونستانی که استی پشتونانی نیمی آشکن نیمی ایشکن بلوچستانی که استی مزین سرزمین بلوچانی ایشکن که شلاوگر چورلی شلاوگر انت کپ شکندار انت المندی مزن کپن نمروزی مکمل انت یک چکورش فرا انت تا ایراد کرد ای افغانستان هم چکوریش نظر جغرافیایی وضعیت کردستانی این دارید یکی و جانب دیگه که من چی کنی که اما سوال کپ ایشتی که به افغانستان تا مثلا طالبانی حکومت تا یاد کرده من کم کو که همیشه تا چی بودن شموشکار بودن که همی این سوالا دو بخش داشتی که یکی گوشتن که باید شباهت کردستانی یک گوشن چی کنن یکی دیگه نزنی چیتی شمی نیاتاش دومی دیگه هم شب داعش بحث موضوع که از داعش آدرس داعش عباسی که داعش عباسی یک نکلی و جعلی این چیزی اصلا داعش یک جنبه خودجوش نه داعش یک چیز ساختگی است داعش یک ویروسی است ساختگی این که لابراتوار تجربه بید اما رنگین چیزی است وقتی که به عراقی تا صدام شد و مازن گنج و خزانه گانا کویت یعنی خالی کرتی و دنیا ازان تی کویت مازن اطلاع داری صدام هم شد و کویت گوشتی که یک چندش امنی ملکه انت صدام چنده ملکه نشدی صدام شد و مای خزانه و گنج نکشت و آورد امریکا دیستی که هاش و گنج و خزانه گامو چن ای بورتی و گوڑا چین تا گوڑا پیشی یک پرمانه و نیمون جوړ کو کته نه اتومین قدرت داره و من کاین تر اتیاتوم خراب کین فلان کین اگر امریکا حق نه داشت وزانتی که
که کویت هیچ نیروگاه اتمی هیچی ندارید، ولی کویت یک حکومت داشتی که شاعی اسرائیل چم جتی پیشی که اسرائیل په هیچ کس باج نداتی بیا زمانه اما کویت اتروسیتی پیشی که اسرائیل دسته پاش بلیت یکی دیگه که بیتو همه ذره که یدنا بکویت شکویتی تا صدام مرتای ذرانه و اون دیکن و دیگه دا وتی قدرت تا چیکن که نفت خیز انجای هستی منطقه بینظم کن تو و دی جندی بیت دا خیمه بجن دا خیمه بجن تو دا په مفت و مجانی ایشانی همه نقدی و جین چیزانه بارد گوڑا چونی کرتی داعش را جوړ کو داعش شگو جاتی داعش مات که شروع پرشتنه بعضی جنایتکاری اون مثلا چچنیه بوسنیه دیگه که ایشان به عنوان جنایتکار ایشان گرفتن توزانه که به چچنی جنگا و امریکای چیه روسیه جنگا مثلا اون مسلمان روسی دستا چیتی زندانتن دیگه ملکان تا زندانتن که ما گرچه اسلام هم کس چیزی نزنتن به شکل انانوی پدری بطره مسلمان زند و با پدا وقتی که نظام او دا پروش به روسیه تا اون تزانه که اون کنترل وقتی که پروشتی هر کس دوزیه کرتی و تدیسته که تمام سامانه تمام چیزان چیه کرتن ایران شا کجا اتمی بودی ایران شما دا اتمی بود که اما جنرال روسی اما چوین صندوقانه اورانیه من ایشان کاورتن تو ایران سره با کرتن په دوزی و په غچاری ایران یکدم روسیه گوشتی که منم شماتی چیزان دارین روس هم دیستی که شدسته شده دوزی بودن روس کنترل که دروتی اما ای جنرال مود چه هر کس فوت باش کردندش گوڑا ایش که چی بودی گوڑا مجرم و جنایتکار و ایشانی که او دهاتند و این منطقه تاکیاتند ایشان تمویلش کردن پولش داتند اذا مردم اقتصاد خراب بودند باشه به جنگ خطر به نام همه مجرمانه همه جنایتکارانه آش کنه ایش کنه گروپی کردن مسلحش کردن تا داعش است تا ادعا کن و ایشان تشویق بودند تو ادعا کردن ادعا که کردن منطقه چون کردن به آوانی نامه شورش کردن تو گوڑا جندش آتن تاگه داعش مایشان آوانا دیما کردن پس پرده و حضور پیدا کردن و جاتن تو پروشتن تو هرچی کردن انون افغانستان تا بودنا تا بگوش که مثلا خب 200 300 جایش یا 3000 است یا 2000 به 2000 و 3000 چی کرتگه نکن هیچ کاری کرتگه نکن و گوڑا مشما گندن که طالبان حکومت اول هم که مجاهد به افغانستان تا باز به سوری کردن تو چی کردن طالبان حکومت هم اول خود جوشتی و بعدن حمایت بودند ولی بعدن هم ایشان پاما گویک خوبی و ستوی به حساب چوا گویک خوبی و ستو هم شما زنن گویک خوبی اروپا شبی تورو تمیرنگ تاکیاتن یک تپ کردن تیشوتن اما حکومت دموکراسی که دا اورتن تو چی کردن و گوڑا آتاتن تدنا که اورانیم برند آتاتن که ادا مازن زری برند چی که حالا افغانستان 3 تریلیون داتن 4 تریلیون داتن تریلیون هیچی نداتن امضا گرفتن 1 تریلیون اگر گوشتن تما دیان 1 تریلیون فقط 1-2 میلیون و 3 میلیون ایر و 5 میلیون ایر داتن گوشت شما امضا کنید رئیس جمهور اوان زنده مردمیتی او ای نکته دارین اش موسیقیات تما امریکای زنده تواتن انگلیس اوان تواتن امضا کردن ما این تریلیون اما تحویل گرفتن و پدا هیچی به افغانستان زیر ساختن نکردن هیچی نکردن اما ضرور کرده که گوشتن ما افغانستان داتگن نمایشی یک جای یک چیزو که جور کردن پدا وتی ما سکیوریتی وتی پوجه مصرفش کردن تا وقتی که هاتی گوڑا وقتی که چوپتن تو که نه نوی تو چی انت گوڑا ای گروپی هاتی که او دا پاکستان همیشان پوت سفارچی کرده پی خاطر پاکستان همیشان ساتتی پی خاطر که اگر حکومت افغانستان محکمین بید گوڑا پاکستانی کپا فروشید پشتونستان شدسته رو و شمال پاکستان پشتونستان که دریای کناری داری تو آبی داری تو دیگه داری تو در غیر ایشی اگر ای آبی دا بسته بید چیه تا هیچ ماشی مشونگی کشتگه نبید امی افغانستان آبین که اون نرو تو پنجاب از ایرا پکند گوڑا پاکستان شی خطرت رسید که پشتونان سرزمین که مادن خیزند آب دارید کشاورزی داری شدسته رو و گوڑا ایش هم طالبان تمام وقت چنکیت داشتد که افغانستان سرین راست مکن انون که پدا وقتی که باش جنگ سر ده وقتی که امریکا وقتی کمک کنه اقتصادی نشه چیا گفتی ش پاکستان ده ما کمک فوجی نظامی زرین کمک کرتی که شروع ست وقتی که روس فروش ورد
دیگه امریکا و غرب پاکستان ذره نداتی ذره که نداد پاکستان به همه وتی ریاکتورانی خرچه تا منتی تازنه که مزان سرطانی په اقتصاد پاکستان یا ایشی اتمی بودن ای خرچی داری نگهبانی خرچی داری تیشی اپدیت کنگی خرچی داری تیشی مزان چیز است وقتی که ذره مبید دی پماشو مشونگ ای دیما ورتگه نبید گڑا دیستن که منتن اما پاکستانی دیستن که منتن امریکا هم کمک نکن دیما دیمی چین گردیندن دیما که دیمی چین که گردیندن اما بود اگنا کیرا ای مردک پټانینا عمران خان پچی شي د پیتا جتن په خطر کې شوتی گو روسیه شوتی گو چین و وان شوتی فدا انت شب بجیلا فرندن تیش قانونی صدر زميرا نخست وزیر لگت تکونه پده جتن اشک فرندن دی گوڑا ای باز سیاست په مروچین بحث پیچیده این چیزی هستی گوڑا ایشن ته که ای حکومت که به داخله که جوړوتت ای آهسته شاخه کردند آهسته آهسته شاخه کردند و ایش تمکین نکردند بعضی وقتا شعار ضد امریکایی دادند بعضی وقتا شعار جتایی دادند دوستم وطرا مارشال داشت و خدای داشت و تا وطرا خدای داشت و دیگه گوڑا امریکا گوشتی بیا کشمیده پیتا جرین بیمی 20 سال تا طالبانا فوت آماده اش کرد گوتی رفت رو آماده اش کرد و ایشانا پاکستان گوشتی مخالف افغیر ایشانا برت شد نه گوانتنامو پیشان یک مکتبی بودی و دا ایشانا گوشان که لچ جته فلان جته یک که دوی چهار لچ جته که بیان بد تعریف که اما ایشان سوی مغزی داتی ایشانا گوشتی که هیرینگ اندن چوشن وشما پا اما جامعه کورو کر نه مش ما جوان است فهمی 100% مذهبی جامعه همیش پا جوان است برایت ولیش که اگر لوٹت که تمکین کنید که شما را به قدرت رسینی گوشما کاری ندارین اگر لوٹت اگر ما کنید گوڑا شما را نابوده که انکاریت اصلا کچی نید هیچی شما نید چو یک لولینگی هستید که یک سینو که یک کبریت شما مو شمدود به هوا رو و ایشان ازانتی ایشان فامینتی و تا ایشان کی بوتی که بازین امی طالب ملا ایشی من روکا گوشین من یک پاسی اونو من یک ژورنالیست تحلیلگری هستم که امی امریکایی یعنی امی فوجی یعنی همیشانی چی انا گشترکیس یک تک یک توپکی طالبان ایشانی نجاتن اما کاتن خرابکاری و چی کرتای که بالاخره زمینه آوار و اوگان انی حکومت مردمان آوانا فامینتن اشرف غنی فامینتن پشتون داخلی فامینتن که شما گوی طالبان یکی وشمه کومنت و الا افغانستان ششمه دسته افغانستان ششمه دسته روت انت تاجیک انت گند کرتگن جتا انت ازبک گند کرتگن جتا انت افغان ټوکر شمه 500 سالگین حاکمیت ششمه دسته روت شما باید گواه طالبان که شمه کومن نشادن ناکوزاک و سیادن شما باید خصوصی گواهان جور بید و به جنگه تا شما شفایی گوشت که جنگ مکنه دست کشید تا فوجا نیروهای امنیتی شفایی او گوشت مکنید زر تیر کرتن رشوت داتن جنرال زر تیر کرتن رشوت داتن کلاو داتن پیغام داتن که جنگ مکنید بلی تا طالب بیان طالباتن و یک موتورسیکلو که و یک کلاش طالباتی اودنا اودا صدها ده تانک اودا دیمش تسلیم بودی هیچ کس یک تکی نکردی گودا سه که یک چیزی هستی مشما ویشن که چم دارن مشما ویشن که گو سیاست تاچو بودگن پالیسی ازنن تاریخ ونتگن این چیزی هستی که هر کس هر چیزی گوشید ولی منو تا کانیه نبه منو تا گندن مثلا بیشی انت که تا مثلا تا چم داره گنده که میده چای ولی ترى گوشی برا تو باوجا من نگتا گوشه برا من جو پکنی ولی دا چای من گینی که ید چی هستی ولی دنیا ایشن که ولی ایشن که مشمه جامعه تا مگه مشمه چین که مردم باسوادین دارن گوی جنگ و جن و چوف و بدبختیان مردمان حق قضاوت گفته بوده مردم کور بوده مردم چم دارن ولی چمه تیش که چم دارن ولی چمه ولی مزگه تیش که چیزی ما بیا چمه که مزگی کور انتا چم نگیندید اما مزگه کور کرتن تمه چم اما چه در داورند گوڑا ای هدف ای واقعیت است لالا ای واقعیت اینینی که منی نظر شخصی نمیشن تن سلامت باتید اشمه نظر انت که چون شما تفسیر کنید جی منت بس یه آخر سوال که من درست کنم که این نحوه حکومت طالبان به چه شکله آیا پارلمان محلی چیزی هستن و ده انتخاب والیان یا قوانین و ده چونکان شوراهای محلی نحوه حکومتش چونکان یه طالبان مشما حکومت های دیکتاتور دارن مثلا سوسیالیستین جامعه تا دیکتاتوری پرولتاری دارن که گوشی قدرت مچ کارگر دسته ایشم یک نوع دیکتاتوری ایدئولوژیکین شبیه همه دیکتاتوری سوسیالیستی اوتوپیکین ناچلو ناقص سوسیالیستی که به شوروی اتحاد ایشی هم یک نوع دیکتاتوری
تورير در فناء مذهب انت شو كنا اما ايش كسا حق اضافه ندين اما حكومت اعلام كرتان شريعه تيستي هر چی کتا شریعت تگوشید همه اکن گوڑا شریعت که وان دستان شریعت پا دیگر نیچ چیه نکند فقط تو فقط شریعت پاوان جنده کار کند شریعت پاوان جنده کار کند پاوان جنده بند جوڑ کند پاوان جنده ملک جوڑ کند شهر جوڑ کند پاوان جنده هر چی جوڑ کند هر جای که چی کند هر جای که آب لوٹن شریعت پاوان کار کند ولی شریعت پا دیگران که عمل لوٹن کار نکند یک دیکتاتوری جوړی کرتگنتی در پناه شریعت که ما دیکتاتوری سوسیالیستی که قدرت مطلقه اند نه هیچ کسی دیگه حق دیگه ندارید دموکراسی بد از آنند ادنا لیبرالیسم بد از آنند ادنا حقوق ملی نه بد از آنند ادنا گوشین که نه ما مچ براس هستند دیگه ادنا ازبک ترکمن و هزاره اینند ما مچ مسلمان هستند مچ مسلمان ادا فقط یک شریعت که مثلا ادنا حاکم اما شریعت چون داشت شریعت ما غول پنتو کلین که آوان جنده دستن که هیچ کس بیاید دسترسی نداره چی درود در آباد واجه شما مدیراتون وابا یا یادش دیگه نمیگه دستگاه واجه درود در آباد درود در آباد وجه اگر من هم موکل برسید من چند کوی جست و جی من هم من سی بودم گپا وجه درود تو در آباد پرمهر سلام ای وجه ای کامل نام مشخص نه من نگندگم بله همی براد که چه افغانستان بلوچان همه من لحظه ابر هسته یکی مسئله شی که در رابطه با این چیزی که طالب گوشن البته طالب کم که پابلیک ترن درست ایدئولوژی کنه پچی که من اولا من یک سوالی هستی که بلوچان اه، بلوچان افغانستان بلوچ آیا نه حزب و ارگانیزیشنی هستی پچی که آیا حتی مثلا به لحاظ جغرافیایی جاهای مختلفی هم من بلوچ دیسته گوش من لوگر مردمم یا هلمند مردمم برای گوشی بازی بلوچ یا هلمند تا پشتو گپ جنم و این مسائل بله اما مشهد بندیانه تا هما زمان اولی طالبان اولی حکومت ای حکومت نه هنوگی هما اولی که مجاهدین ساقط کتویت شدن حکومتش گه گوره یک 2000 یارتگد جیلا شانی جرم جاسوسیت شان جاسوسی کرتگد به طالبان چیز عجیبی که من دی با هر کس که په جاسوسی شانه گرفته یارتن شد تمام هزاره تن شد په طالبان جاسوسی کتگد گوله من سوچ کوش یکی هم آخوندیت من گوش شما چی کتش می جاسوسی چی بوده گوشتی که با عضو حزب وحدت بوده آزمانه مولا عبدالغنی برادر والی هراتت گوله ای وجه ای حزب وحدت تصمیم گیر در منطقه هرات یک کودتای بکن و هرات دستا بگیر چه طالبان دستا بگیرد ای دویم نفران شان یک نامه لیکتگد راه داتگد به مولا عبدالغنی برادر که حزب وحدت هنچی برنامه کودتای رهته لوٹی شما را حکومت در منطقه هرات خالیت بکن تو وحد بگی حکومت و تی سارا بداره
ولی کودتا که لو رفته که چالش گرفته یارته که زندانه گوله من البته ما از زمان او ابتدا تا انتهای حکومت طالبان در از زمانه که بعد از 11 سپتامبر آمریکا حمله کرد و طالبان ساقط کرد من جیلای تو من در هیچ من اطلاعاتی ندارم من سوچ کو گوله من گو که ماهش بوده که طالبان شمی سر باز ظلم کنگه تو آخوندی شیعه هزاره تو چوله کشتگه اتحاد تو طالب پچی په طالب تو جاسی کته گوشی که زانه چونه اولا این خبر دروگی که گوشن که ما را نقش نیته حکومت در مرکزیت حکومت طالبان دو تا شیعه ها ولی نه شیعه هزاره شیعه پشتون مثلا او ده مسئله گیشتر قومی مسئله تا مذهبی بی ظاهرا درست مذهبی اما اگر نه تنها طالبان بلکه حتی یک عبدالرحمن پٹانی بیه تو گوشه اگه هنچی مردمی هم ببید باز هم ما وتی حکومت پوشتا و هشتیم پچیا که الان ما بیهویت بودگه ما هر جا روی ما را تحقیر کنه ما را اوگان کنه ما تمام مردم افغانستان رو کشن اوگانی شما بیهویته پس بنابراین هر کس حکومت تشکیل بده افغانستان تها ما همایی پشتا هشتاتگه آئی من ای پس دا دیگری من سوچ کو مگو که بلوچ چطوره دیگه تاجیکیت گوشی که بلوچ بودن کوچی هن. یعنی حالت مثلا همین اشاعر کوچرو هن. زیاد دارای تمدن و دارای چی نه هم کم که نسبت به سایر اقوامی که به لحاظ سیاسی پیشرفتش کتشان پیشرفتش نه به صورت کوچی زندگی کنن به هر حال این مسئله این تو پدا هنوگین زمانگاه من نزانم منی اطلاعات در مورد افغانستان بلوچان یعنی صفره من نزانم آین وضعیت چیه شما همه من چه همه برات من این دوستا پرسان که سوچ کنن که تو در مورد وضعیت سیاسی و اجتماعی بلوچان افغانستان و ایشی که آیا حزبی کار کنن نکنن آیا حزب و سازمان ارگانیزیشن هستین نیستین آنی وضعیت چونه این چیز بابت ما را کم که شما سرپدی بدهید باز من نتوارم سلامت به واجه عبدالواحد. من سماجی بلوچ هستم. شما خدمت عرض کنین که به افغانستان تا بلوچ تنک و تالان زندگی کنند. بلوچان 200 سال دیما یک جمعیت مزنین هستی که گیشترکی به همین نیمروز و هلمند و همین کشان فرای تا زندگی کردند. 200 سال دیما وقتی که امیر عبدالرحمن خان به حکومت رستی امیر عبدالرحمن خان یک مردمیتی که آیره باز نزدیکی گو انگریز آتی و انگریز هم آیره واتی نماینده کرتی و پای حقوق تعیین کرتی و گوڑا به وسیله همه امیر عبدالرحمن خانی وقتی که گو امیر عبدالرحمن خان جوڑ آتی جنگ کمین پاس سریتی و به این زمانه که جنگ کمتر بود روسیه تروستو و تر نزدیک کرد به شمال افغانستان منطقه مازنین به نام پنجده هتی شاگفتن تو گوڑایی روس تروستن افغان حکومت هم تروستو و انگلیس هم تروستن که روسان سرکوبی کرتی بلوچ بازینشه آنی مگر که سرکوچه بودند کاتن به همه علمند و نمروز کاتند ادا کاتن تو شهده یک مالات کرتن پا جنگا شدن و انگریز شیعه بران سیتی گوڑا عبدالرحمن خان گوشتی که ایمنی دشمن هنونی در پناهگاه تی ملکا جوړ کرتگند ایشانا دورش کن و شان زیانش کن امیر عبدالرحمن خان ادنا چونی کرتی یک شورای جوړی کرتی و گوشتی که من پیشی که جنگتی و پشتون بازی نیشه قبول نداشتن گوشتن تی پشتون صحیح پشتونی هست این انگریز نمایندگی هم پادشاه نه و جنگ کردن شهما خاطره که اما قومی که جنگ کرتی امیر عبدالرحمن خان آوانا بدوایش کرتی آوانا به غلامی انگریز ایداد گوشتی برای لعنت به شما که منا قبول ندارید انو من شمارش افغانستان جتا کنین که می پشتونستان انتا ایشا داتی به هند برطانوی داتی و گوشتی انتا انگلیس ایشان سره بلان نسبت هر غذاوی که کنه بکن که ایش که منا
قبول ندارند ایشان من اصلا وتی قوم نزنین. من بلوچ انا انگریز گوشتی خوب ایشان تمنی کبزادات انیشن تایش من مستقیم من توانین ایشان سر هرش ظلم که انت دیگه ایشان دفاع مکن. نگودا بلوچ انا چون کنه بلوچ انا شهید زیانش کن. امیر عبدالرحمن خان پیشی که سکین مذهبی مردم متی سنیت و بلوچ هم از زمان قدرتی داشتند و نتوانستند که کارا کنند. گودا امیر عبدالرحمن خان یک دیوان جرگه جوړی کرتی گوشتی بیا تو فمن رای ده تولین گشت تیو گوششن امروز باز 6 مردم ها لوٹتند گشترکی میرزا محمد خان تی که شناروی انتی فدا دیگه میرزا یتی که ام محمد خان تی که منی پیرو کنتا ایشال لوٹتند دو محمد خان شدند دیگری شدند 5-6 مردم شدند تو امیر امان امی چیوا که آیا امضا کردند ولی به ایشان اطلاع که بعضی خانان دیگر رام لوٹتند تو پوتی جشن چیوا که ایشان که پادشاه قانونی بود ولی دوارک بر نگشتند آوان همون نظربندش کرد و گودا بعد آوان نیمه خطو کاغذ دیم داتو مردم دیم داد که هم سردار فضلی خان دا درباره شما بیت که وتی سهماب گرید وتی شیرنی گرید بعضی گونترین خانان بردن تا که خانان نیمروز و المندو ادنه حدوداً بوت نزدیک 3000 گوشن 2700 مردم خانان و مزان سرگان ایشان برتش کندار و نظربندش کرد و بعد بعضی ایشان متواریش کرد و ایشان دیمشتاد دیگه ولایت انت والی بعضی که سرشوخ و نامداری نتن ایشان مچنه انگریز دسته تو انگریز ایشان برتی به کراچی و شهمود ایشان برتی به استرالیا تبعیدش کرد که استرالیا هما اولین بلوچ همه علمند نیمروزی بلوچ هتند که ایشان برتن تو دا گودا اشتر برتن تو راو سړی کنه استرالیان سره چی برتن تو بادش استرالیای بومین مردمان دومین بومی استرالیای همه بلوچ هستند که دا راو سړی کشتگن تو امودا منتن تو امودا نسل زیان بودی تکو تو که شوان منتی که گای وقت سر صدای شکید و گودا نیمروز که بی صاحب منتی یعنی خان و سردار دیگه نات که امر فرمایشی کنتد نه گودا نیمروزی مردمان کوچی اجباری داتش ایشان نیمروزی مردمان ترپان داتو ایشان ترسین تو ایشان را گفتی جنگی مردمان تو جنگی تا گو انگریزا بودن تجربه جنگی دارند ایشان برتو دیوار آهنین شمال افغانستان جور کو شمه سرخس سیما برت واخان ایشان اودا برتش و ریتش که اگر روس تجاوزی کند ایشان من اودا چونه که گوشت دم کار چکنینش روس مقابله این مچ مردم اودا شدن تو گوا مردمان همان لسلو تن تو همان ای جمعیت گوندی نتند جمعیت انت زیان نتند نسل در نسل 200 ساله تا ایشان یا زبان گشت و پیرین مرتن تو ورناش گسو ولات چی کرتن تو اراتی بلوچ و هراتی خراسانی فرق نبی ما شمال و ریش و ما زبان دارید مثلا وقت به شبرغانی تا مثلا به مرغوی تا یا به فاریابی تا به بلخی تا به برو تواخان گما مردمان ادغام میتن فقط شوانی بلوچی مامان یا ما نام من پچو گودو لبی سو مو چیز گوان منتی به افغانستان 40-50 سال جنگی تا هر کسی گما وتی مجاهدان و گما وتی ما حزبیان گوتی با خدا به خدا گماوان مجبورتن شوان اطاعت کن تو به امان دسته چی رمانتند و پدا یک چیز دیگه هم هستی که مشما یک تعدادی مشما در مورد هزاران هم باسی بودیو که تا سوچ کرده و در مورد بلوچان هم بله به نادر افشاری وقتا بعضین بلوچیش همه جاسکو مینا و بندر گنبران همی چاوار و همی چیا تا بلوچ مشما زنک تا شیراز بلوچ تا انگوی فوجیا که بودگن تو اوندا وقتی که شدن شاانی مگش هندوستانیا که نادر افشار برگشت و به کنداراتی چی بود مرتی حکومت گودا ابدالیان دستا که کفتی مردم اون آواره و سرگردان منتن گودا بعضین ایشه نادر افشاری فوجی که به کنداری تاعتن تو دا منطقه به نام توپخانه یا ما توپخانه که ما جنگی اینجا آتی که همه ایرانی تن که اودا مجبور تن که همودا منتن تو انو مرن دوغاب پینوار دین زانه کیش ایشی نه همه دریه گوشگی نه دریه تو نه پشتوی اما شیعه کنداری هستن که موسنی گروپتی آیت الله موسنی گروپ تو بعضین کنداری تا شیعه افغان هستن که پشتو آوردن که همه مردم هستن و بعضین بلوچی هم همه دا منتن و دیگه بلوچی هستند که ایشان شهودا درش کرتن برتندش به ازارانی وقتا عبدالرحمن خان به عبدالرحمن خان وقتا به مرکز افغانستان یک کسی به نام سلطان بزرگ میرخان ازاره ادعای پادشاهی کرد و
گوڑا قدرت هم داشتی گوشتی من 1000 مسجد مردم داریم 1000 مسجد مردم هر مسجد را تا که 100 مردم به نماز بانی مزنیم جنگجوی من دارین و فلان امیر عبدالرحمن خان شانس سرکوبش کرد و ایشان قتل عامش کرد که یک راسته خبری است. امیر عبدالرحمن خان کتابی داری به نام خاطرات امیر عبدالرحمن به کلام خودش که ایشی تا واضح هستی و پدا بعضین دیگه مقاله هستن که اما ازارانی اما چوین مورخی که بوده که کاتب ازاره نوشته کرده او ازاره بوده زبردست کاتبی بوده ولی ایشی که مجبور بوده که باید بنویسید هر چیزا بنویسید که حاکم گوشید گوڑا ای بلوچی که به فوجه تا هم که بودگن تک و توک بلوچیشانه گوڑا ایشانه چون کنن تو دی مدین تما ازارانه که کشتگه بین تو زیانه بین تو چیه بین وان دیگرانه به همه وطی مردم آدین توان تنک و تارانه کن بازین بلوچی هستن که اما گو ازاران زندگی کن تو شیع بودگن گو ما از شیعان ایرانین شیعانی کودا بودگن تو گو ما ازاره که شیع بودگن گو آوان بودگن و بازین ازاره را امیر عبدالرحمن ایشانه پزور سنیش کرتش و بازین را که سرکشی نکردن از رجعت خالی کرد و برتی به امی درانی تاریتی مثلا این پنشیری که استی این نسل هزاره و تاجیکی استی گنده پتکوین مردم هم که نه شکلش چو تاجیکانیه نه چو هزاره هندورگان گوڑا ایشان یک قانون وضع که امیر عبدالرحمن که هیچ هزاره هیچ شیعه نتوانی گو شیعه گس کن ایشان جبری چی کرد که باید ایش ادغام بیند تو گوڑا همه پنشیری که هستند اکثریتش که هستند همه دورگه هستند و بعضانش هزاره برتش کابلی تا همون دایشان ریتی که به یک جای است به نام دشت برچی گوشند دشت برچی یک دروگ نبری اما دشت بارچی اند که همون دا شدند تو همون دا کلوتو کرجا نشتدند تو هر کس غلامی نوکری کاری کار داشتن شد تایره که اور تا بیچاره که بڑا چواره جلیتی پندکی و بڑا برتن پیشان هر کس نفر خدمتی و نوکری و کاری داشتن شمی دایشان دستکش کرتی برتی غریب و بازگ میرگ مانتند ولی بعضینی هستند که ایشان پزور سنیش کردند بیا زمانه مش ما زنن که به افغانستان یک منطقه تا که او یونانین بازمانده سالانه سالی که او منطقه که سابل عبور جایی که کافرستان اتی که ما مشرق افغانستان اتی که نکافرستان اتی گشتر کی بازمانده یمودا لشکریان اروپایی هستند اما تمدن داشتند و به زمان انگلیس وقتا کلیسای کاتولیک ایشان لوچید که آوان هم احیا کند و ایشان تازانه که انگریز نلوچید که دو پچگی بید امیر عبدالرحمن گو برو سرکوچش که امیر عبدالرحمن یک شپه لشکری کشید شد اما موچ آوان چی کرتش گوشتی کلمه بیارتا و شد روسا کلمه آورتند کتلیام نبود آوانیا ولی خوب مسلمان بودند و کافرستان نما نورستان اشتش و پدا ای بلوچی که متواری هستند اذا بعضی هستند که کتابی هستی افغانستان در مسیر تاریخ انت ایشی تا هستی بعضی دیگه کتاب تاریخ انت افغانستان تا هست تکوتو که بلوچانش مرکزیت تا بلوچانه شبین بورتن تو ایشان بورتن به تمام بدی و کشلا و به فرمانداری و ولسوالی هم به مچن تقسیم کردن بلوچانه که بلوچم ادغام بین بلوچانه قتل عام نکردن گفتن سنی تو هر سیاست و ایشان نکن اما بلوچان تنک کرد افغانستان هیچ ده تنه که او بلوچی وی چه جای پشار و چی تبی و شهما خاطر اند که بلوچانی تو که زند ولی نمروزی مردم زانند مثلا المندی تبراوی بلوچ ایش زانند فرای هراتی تا بلوچ هستند تا کتو که دوغاب زانند باغستی تا زانند اما بعضینی نزانند بلوچ ترکمان بودگند بلوچ هزاره بودگند و پدایشی که هزاره که تگشته که به جاسوسی کرتگند ای بر اساس اما وتی اندیشه و عقیده جاسوسی کرتگند هزاره بودگند اما مشمایشه باید گوشن ارز کنیم پبرسند که به افغانستان تا شاه تاریخ بعدن بعضین هزاره سنین مشما دارند و زنه که دین یک چیزی هستی که اگر پجبر قبول وید گوڑا عادت گردید مثلا اسپانیا ایتا یک زمان عرب شدند مسلمان شدند اسپانیا گفتند اسپانیا پزور شمشیر گفتند اما وقتی که پدا مسیحی و تی مملکت که گفتند چه مسلمانان گوڑا آده پدا اما مسلمانان سره گفتو پنچه اما مجگه تیش گفتند که پدا کلمه مسیحی گوشت پدا مجبورتن بیچاره شترسا کلمه مسیحی گوشتند و پدا اما اسپانیا تا که اندلس تو کجا تو مادرید تو کاتالان تو کجا او دا تمدن چوین بوده اما مروچی او دا مسلمان نگندن پیشی که او دا مسلمانان یک مجبور کردن که اش ما کشن یا امارن که شما دا پشمشیر آته تا ما گشماره بانون گو توپک و سلیه جواب دهن
ایموت هەمارن چی بوتن پدا ماسیحی بوتن به افغانستان هم کسی که پیروکش پزور سنی بودد دیگه نواسه گذاگش هم دیگه پدیلن سنی بودند عادت کرتگند تو نگوشند که مثلا ما بون پیرو کنه امیر عبدالرحمن سنی پزور شیعه سنی کرده دیگه سنی بوده و سنی بنشوا و کمتر نصف جمعیت هزاره و ما هزاره سنی دارن که شاید تاریخ 200 سال تا سنی بودند ای که تو گوشه که طالبان جاسوسیه کرتند بر اساس عقیده کرتگندی و مشما ایشان تدیستن که به جهاد تام مشما بعضین طالب مولوی مهدیتی که مشما گندن امیدوار هستم که برای جوابات حدود داتک بین منتوار هستم خبر بازوتن پیلی لوچین البته من پلی لوٹا وجه یک چیزش برگوشه ای دوین نفر که جاسوس کرده تا شان شیعه تا سنی تا آنگو که بعضی هزاره ها سنی ها ولی ای شیعه تا پدا دیگه شیعه هم گفت مثلا جاسوسی کرده تا پا طالب آیا هم هزاره شیعه تا یعنی آیانگو که سنی هستیم و پدا آیی گپ همیشه هست گوشتی که افغانستان تها مسئله قومی مسئله گوشی پشتو شیعه چه هزاره سنی طالبان که را عزتی گشترین بچه گوشی که هر طور بی طالب هم اوتی پشتونیا مقدم ازان و دیگری هم یک خاطره گوه پا من هرات مردمیت سنیت هم هرات مردم گوشی یکی چه من ملکا شده قندهارا اتوبوسی تا بود پاسگاه نزدیک قندهار گوله یحتا طالب سرا و گوشته که خبری کتا پشتون خبری کرده نو ہما سرباز طالبان معمور گوشی که تو سنگ مسلمان ده نه جیل لره نه پشتو پیشه سنگ مسلمان ده تو که هم البته شما زانه بله دیگه برات بزانن که این جمله ترجمه شین گوشی تو چونی مسلمانیه نه تر ریش برین نه تو پشتو زانه تو چونی مسلمانیه ایشین که این مسئله پشتون بوده ایشی وقتی به نظرم طالبان عقیده تها وقت بخشی از مسلمان بودنه یعنی با زمان طالب ای زمان طالب من نزانم چون کنه چیزی که اوگانا چه سنی چه شیعه که گوما جیلای تا آن تعریف کو ای وره نزانم حالا هنو چطورین الان بلکه بر سر احوال افغانستان خصوصا بلوچ راج وضعیت بوده ما را گشتر سرپدی بدهید ولی یک چیزی که من نزانم حالا من متوجه نبودم شما برای پاسخ کامل دادن ندا آینی حزب سیاسی و ارگانیزیشن در چه وضعی به اندازه مثلا ایران یا پاکستان بید به لحاظ انسجام مثلا ارگانیزیشن سیاسی و این چیزا آیا هسته یا نیسته همه برای اوگان مولوی من گوشت که جیلایت وشی بلوچه هنگ همه بودی کوچی و وضعیتش داشته و زیاد پیشرفتش نکته و سیاسی نه تو آنی که را حزب و این چیزا نیسته کجا مسئله باره البته این خبر 30 سال پیشه یعنی من دیری وعده من 21 سال جیلا چه من خلاص بودم عادی من جیلایتون مشهد سیاسی جیلتون خبر زمان گشته هنو باره تغییر کتا نکته وضع بلوچان آیا سیاسی هستن نه آیا آیان حزب هستن یا هنگه اما حالت وتی قبایلی ولا مثلا آیان تحریک سیاسی انجام گی این چیز خاص همین مسئله من سرپدی بده منتوارم سلامت بلالا بازواشت و مواز شکرگزار هستن که شجیلا علاسوته و پدوارک به همه نیام هسته و پدا مردم و مخلوقان هسته که زندگی وشین چیزی هستی و پدا من پهلی لوچین که سوالا من جواب نداد و پدا من ترارش کنی که بنا به همه تنک و تالان بودن یا فروپاشدگی یا تاریخی نه بلوچان یا بلوچ انسجام نداشتگن متاسفانه نداشتگن و بلوچ به هماوتی محیط مردم انگو همان اوگان لفظه گوشی جورامات کرتگند هر جایی که هر حزبی بوده گو همه مردمان که زوری داشتگند گو همه مردمان به همه جنبه گو حزبانی تا بودگند بلوچ به هر جایی که حزب اسلامی بوده گو ما حزب اسلامی بودگند بلوچی که گو شولیان بوده شولائی بودن بلوچی که مثلا نفوذ در افغانستان حزب دموکراتیک خلق بوده حزبی بودن و بعد بلوچ را انچین ما فرصت نرسته که بلوچ در مورد وقت فکر کنند
و پیشی که تنک و تالان بودگن عرض کنین که 1990 ساله البته دیمتره که 1990 ساله من وقتا هم عضو حزب دموکراتیک خلقتون و بعد شایی که من استفادهاتونو به امروز که من آتون من همه فکریتا بودن و همه کمبوتا احساس کردم که دیگه مسئله به کامی آرد مسئله ش ایدئولوژیکی این چیزان داره بی تو اما اوگانی که ایدئولوژی داشته گن تنون و تی ایدئولوژی بدل کرده حزب دموکرات خلق افغانستان الاس بود و به نام حزب همه نجیب وتی پشتون انی پدا انتو مثلا بابر کرملی ای منطقه مردم ما کنی پدا انتو کن گاما به حساب وتی مجاهدین تاجیکان جوړ کن تو ترکمان هر کدیم وتی کوما آرد من امی فکریتا کافتون این زمانه توارنا میا سنگت کشکین هم ده یک شن امروز انت هم ده گمش ما دیوانه هستی حتما شاید انت من بین امروز که اتون اما یک بندکی مسئولیت تو که نشتون همه رادیو تلویزیون ده یک دیوانو که من جوړ کرتو لاتی ورنا و ما دانشجوی کسی که نه تی ما بعضی مردم سر خورده نه دیوانو که ادبی جوړ کرتو فران ولی من سر خورده بودم شاید بلوش اندی ما سر خورده بودم و گوشتن که نه سماجی خراب این کاری است چی من گو نه عقوبت میشین که باید ما وقتی قومین انسجام جوړ کردن تا که پذیری تگ نبودن و شغلو چند جنده نیمگا جتا بودن و همه زمان نجیب وقتا من ایران نیمگا اتون این گره ناتون ولی بعدا به جمهوریت دورانه فرصت پیش آتی و لیبرال دموکراتیک دورانه امریکای حضور اون جمعیت پیتا یک چیزی پیش آتی که به نام جنرال فکر کنیم که جنرال زلفکار رخشانی این جنرالیتی که به همه سمت شمال گوی دوستمی گروپ و گوامان بوده و دفاعار مردمی و نظامی مردمی و دیست که هر کس پاد کار کند اما پچی مکنن اولین گشته شمال نمگه یک بلوچی که حتی بلوچی هم نزانتی مزاری بلوچان این جنبگی جوړ کرتی به نام شورای بلوچای افغانستان به مزار ای جوړوتی همه جنرال زلفکار شاه جوړی کرتی و بعد شای گوڑا به هرات یک دیگه کسیتی شه مجاهدان اتی ایش ای مرد مجاهدیتی و با اندیشه چپی ماویستی که دکتر شیر آقا انت شمی هراتی بلوچان بعدن ای گوت اما جنرال حزبین و ای به حساب ای امی مخالف حزبین ای بر اساس کمی جور آمد بودن تو ایشا کمکو که چه کرتن تو واجه پوردیلی لوٹتن تو بالاخره گو مجاهدن نزدیک بودن تو کریم جان جنرال سرفکار گوشتی منونو بالاخره شه میانجینا یک کس یک زاگوی را به نام محمد ابراهوی آره گوشتن خوب می نوکر دو آتا تو کار کرتی گوشتی زبر زاگی دفعه رو کی نستو بیا ما هیچ کسی میویتو می زاگا دیما کنن که می جنجال شموش می محمد جان ابراهوی ای آتو همون نو باشای چون ای شناختی یارنگی نداشتی زاگی تو مطرح هم ناتی گودا دیگه کساتن که بلوچتن تخاری بلوچتن که و دیگه جاتن بلوچی که او دا دکترا پاسن بلوچتن تو انجینرتن تو آگوشتن خب بلوچ کی بلوچن تو اگر انسجام بلوچین بوده شمازار شروع بوده نشن امروز گودا اما هم تو الان شامل ای جنبگا بلوچی و قومی نبین و تی بلوچی احیا کردن به نام صبور بلوچ بدخشانی بلوچان شاه تاجیک بلوچان بالاخره شهر نمگی ملایم بلوچ و مجاهد بلوچ و طالب بلوچ و این شهر نمگی آتن تو گمه جنبگا انچو پراکنده گون وتن تولی سندوبند جنبگی تو هیچ وقتی جوړ نبود ورکه وتی هر کسی وتی یما دی تاکیتی به نام شورای بلوچای افغانستان نمودا شتو بر هر کس کاغذ سیا کرتو رجستر کرتو وترا رئیس عمومی شورا کرتو رئیس عمومی شورا تا هیچ وقت گوت جوړ نه اتن حتی گوت بدگویی کرتن وترا بدوره دا گوشتن تو پیتین کنگیم پاچه داتن تو آره گوشته کمونیستی بوده خلقی بوده یا گوشته ماویستی بوده یا رنگینی بوده ایشا گوشتن تا مجاهدی بوده اشراری بوده امی لفظی جنگان ایوتیان داشتن و من گاهی وقتی وقت مشوران شهیده داتون در سوچی مشوران داتون و حتی حاضرتن مچین هر کسی که هتن حاضرتن نگوشتن که لالا اگر طبیعه مطرح قبول دارن ولی ما وقت وتر جور کرتگه نکنن من گویا که یک مردمان شامیشان که اندیشه مختلف داشتن
تشبي متخاصمين تشبي مثلا أتنتيا مثلا حزب إسلامية يا جمعية تايشان كيت كان من فأما تفاهم سلخانين شان كانت داتنو بازين يقولتا أجر تبع ما تركبوا لك أنا قولا من قشتم كخو من أين شوم بيعين من كندا يتبادلوني أتونا من بيعين بيا جيدا وجنجال أنت وترافين فدا سنجتم كي بايد يجشت برينو بعنوان برگزاری کنسرتو بلوچین من یکشت پروگرام کردم که بیاین همی زایدان بیاین و سراوان بیاین و شامین مگه بازین پوچی بلوچین ارزان قیمت زورین پوچی چوارچی واسکارچی چیزی زورین و برین افغانستان و یک مینیبوسی یک گاڑی یک ترینشا کری کنین و برین یک توری یک ماهی افغانستان تا یک ماهی دو ماهی بوده هر ولایتی من برین پا یک هفته یودنا مثلا نمایشگاه پوچی لویس بلوچین و نشانه چی کنین که همی پوچلوی سی ارزان قیمت تنگیرین و به همه قیمتش دین حتی ارزان تیر مگه بوده دین که مردم پدا ایل کنند که چون بلوچی چونین پوچل چونین لباسی و تیا دارند و پدا ایشانه که گیرند پدا دوچگش یاده گیرند چون چوار چو اسکر چو کلاه دارند و امیرنگی به هر ولایت که برین به دموکراسی دورانه و برین و هر ولایت یک کنسرتو که برگزار کنین و شهموانی زنده مردمان که اما که سازوک و سروزو که دارند تو اما سازوک و سروزو کنه من انسجام بدین و بمیلا ولای در مورد بلوچ تاریخ یک چیزو که دروغ و راستی که زنیم پاوان گوشینو به همیدا اتون دلمانه گتون که همی کاره باید کنین ولی پا من کلو راستی که تکیده به نبوده بیتی امنیت کسی چیه نکند و هیچ کسی نلوٹی که اوگان منسجم بیند نه حکومت مردم لوٹی تو نه داره بوچی لوٹی تو اگه تیده به پاکستان ایران تا اما یکین روچه شبه نوا نلوټن کې قوم جمع جوړ وي نه حکومت افغانستان لوټید کې بلوچ نه پوان په درد سری بین نه پاکستان د تکی به نه تنت ونی کارا کنه ګډه تیشن کې ما به حساب ته ما وتی ګسو کې تاره او دایره با کنه د بیره کې من شپ بلوچیا نه درکنین ګډه ایشم برباد وي تی د چیزی نه ته هموده به وش هموده اگر ته ګارو فریاد داره بکن ناکانی کردن تو من تونو یوار هیچ جور نبود هیچ وقتیش وطر کنات نداتن تا ای که بالاخره طالب آتن طالب کی آتن باشه طالبان اما مچ حزب و سازمان مچ منحل بودن باشه همان اما محمد جانی پس که جمهوریت وقت جنرال هتی محمد جانی پس گوڑا ایش یک خوشبینی داشتی یک زمانی هم دولتی مردم بودت نجیب وقتا و هم باز وتی کارا ویل کرتت و شتت گو حزب اسلامی شتت یو مجاهدی بودت یو باز پدا بی وقتا ای طالب هم یک ترکیبی ای طالب هم یک معجونی هستند ای طالب انت حزب اسلامی مردم هستند مولا محمد عمری مردم هستند دیگه مردم طالب پاکستانی نشان تا است و پدا حزب دموکراتی خلق جنای خلقی ایده است و بعضین یعنی به نام امی طالب هورتور تگند ایشم یک معجونی طالب هم که هستند بعضین پسر ریش ایشانی فکر مکن ایشان تا بعضین مختلف مردم هستند که بر اساس ضرورت گوت جرامت کرتگند گوڑا به ای وقتا همه واجب محمد جانی پس جنرال صاحب غلام نبی خان ایشی یک چیزی که نفوذی که داشتی به بخش حزب اسلامی میچیه تا طالبان تا که داشت ایش چه کرتو دیشتو پدا گوشتی که ما نزاق چیه مزن بوده رئیس بوده یو وقتا زاگی بوده انو که من تقاوت کرتا و متقاید استو من لوچه می کومین کاره کنین و ای پشمه سوده انتا اگه جنگی چیزی بید ما توانیم بلوچانا منسجم کنیم که بلوچ پشما جنگ کنند طالب هم گوشتن که جوان انت اما طالب بلوچ داشتن ولی حزبین بلوچ و بیطرفین بلوچ ویرنگین نکنن شما سازمان اداره تو شورای اداره تو آوان هم بیارو گوشن یک جکن ای خوب ایشا یک کاغذ سیاه کرتن تو دسته داتن تو دلیواش بودو گوڑا ایشند که پدا باش شایی که سازمان جوړود پدا ای بلوچ پدا گوشتن که نه اما او که ترا قبول ندارن خی خطر قبول ندارن که اما تی زاگا قبول نداشتن شو ایرن انوی نه که شپسا چو شزیا الحق په بنظیر معنی شو بنظیر په بلاول ای قدرت انتقال کن تو ما ترا تایید نکرده انت اکثرت یو تی زاگا دی ما کرده انت جن داته آره قبول نکردن و گوڑا به طالب انت هم مشما گندن که طالب که ما حزب اسلامی مردم نفوذی هستند و پدا ایده دیگه طالب هستند کنداری طالب هستند تو هلمندی هستند و پدا ایش گوشتن که نه ما را قبول ندارن و غلام نبی خان جنرالی بوده و به اطلاعات گذشته حکومت کار کرده حکومت واسی نداشته آره ما منحل کنن و گوڑا شوتی نیاما یک دیگه مولانا ایره مولانا عبدالواحده که این امروزی مردم ایشون رخشانی ماککی
و ای طالبی بوده و طالبانی تا ایش استاد علوم دینی بوده ایشا دیما کردند ای پیرمرد گوشتی که من نکنین و نتوانین ایشا مجبور کردند تو بالاخره ایشا آوردند آنون اما جنرال صاحب غلام نبی خان گوشید که نه من که هستون بوتون و انم هستون هیچ کسی نمون حل کرتگا نکند و طالب نه کاغذی داتگند و انونم که طالب قد مولانا عبدالواحد همیشه دیما کرتگند تو کاغذی داتگند انون همه بلوچی خبرند که بلوچ زور گشتگا نکند انون ای بلوچ که طالبانی بلوچن مولانا عبدالواحد که طالبان نیمگا شکنداری طالب و علم طالبان نیمگا دیدا مزن سرو که بوده و نیمروز مردمی ایش بر بپاس اما بلوچی نتوانی که آیر زور گوشی تو گوشی نه تکه که من نه انون امی دو شورا هستند که یکی اما شورا که جنرال غلام نبی خان که آگشترکی همه گو بلوچانه که غیر بلوچ هستند اما شمال افغانستان همون نظامی بود و اما دا کار باز کرده ای گو همه بلوچان واقعا کار باز کرده اما ازبکین بلوچان ترکمانین بلوچان گو آن تا نفوذ داری گو آن استاد نشتن کرده و یک مردمی هستی جوانین مردمی ملی مردمی بلوچی و پسر نظامی نبوده و پدا این نمروزی تا ای بلوچ بودن و پدا من گو جنرال صاحب خبر داتون من گو سکلالا تا کابل طالب نگفتند حکومت اعلان کرتگ نکردند نمروز ایش دارالقرا انت بلوچانی مرکز انت اگر نمروز تا یک بلوچی بیت مبیت ایش سرزمین بلوچانی انت و چیزی که بلوچ شهود مولانا صاحب که چی کرتگند اسپیریشن مردمی هستی و تک کوتا بیا تکوتا بیا و مولانا صاحب قیادت تا بلوچی نکول کنشد دو فچگی کاما آزاد کنید شما و گرچه من گو مولانا صاحب هیچ خبری نداتون ولی گو لوگا خبر داتون و لوگه مردم گو مولانا صاحب همنی پیغام رسینن گو سردار صاحب عبدالرزاق خان که او در لوگه مردم انت قومین مردمی گو ایشان گو ورنان گوشان خبر داتون و حتما مولانا صاحب نی خبر نوشکتا و جنرال صاحب من وادار کردن و خبر داتون گو مولانا صاحب عبدالرشید خبر داتون کابل شهروالا که بلوچانی مسترین مزن انت به طالبانی کابینه تا گواهی خبر داتون هماهنگ کردن من گوشتم که جنرال صاحب شما برطرف کرتگید انو جنرال صاحب دلا واش کنه تو جنرال صاحب گوشت که انت به عنوان شورای معاون بیا بلی که مولانا صاحب عبدالواحد مفتی استی مولانا استی دینی مردمی است استاد طالبانی و طالبان دیما کاندید بوده و پدا نیمروزی استی که او در مرکز بلوچانی استی گوڑتا ای شورا مفروش و تام داوطلبانه چی کن بیا و جنرال صاحب هم من چه کرتونو برنامه تلویزیونی من گفتم تا گوشتم ببین بلوچین برنامه تبره گوش که هر چی که مصلحت قومی بیت من تمکین کنیم و من یک بلوچ سرمچاری هستونی امانت ساته گونتان انو که امانت به اکسپیریش ارتباطگیت منم ای کوپا هستون ابراس هستون امی کولا جنرال صاحب ناداتی کمی تفاهم باید بیت و تلویزیون دعوت بیت ولی دیرنگی که اون نکسی غور نکرد امی خبر پدا نگشتی نه جنرال صاحب دوارک دعوتی بوتی و یا که جنرال صاحب ام ایرا اخوالی کردن که نه تا کار مکن تامد امان جنرال است و فلان است امی دو پچگی متاسفانه هستی و یک توین کم بوده و باید هم یکی وین جنرال گوشی که مولای مولا طالب بوده کدی دیما بوده ولی منشین که 20 سال کار کنین گو بلوچان و گوڑا همی ای پا نقصه انت مثلا اگر پا بلوچان اگر دعوای بورسیه کن تو حق حقوقی کن تایر درست نکنن تایر گوشن تی سازمان منحل بوده اگر شی نمگا مولانا صاحب اگر کاری کن بلوچ میرگ نیمو تگن و گشترکی بلوچ سرگردان هستند بلوچ رهبری واحد ندارند متاسفانه و ورنام که هستند تنک و تالان هستند ورنام که هستند نزدیک نبودند منسجم نبودند و بلوچ هم که هستند نتوانند شرای زور یک دیگر سر غلبه کنند همه بلوچی ننگند براسداری قومداری نلوتن کسر چی کنند ولی شنظری براسداری هم پدا گوت جوړ نکن په خاطر کسی میانزینش نه که شنا سول واشتی دارین تو شنا گوت ندینید و پدا مشما گوشن که جن پکلو حامله نوید گوڑا یکین بدبخت سمایدند ولی او دا کسی نه که شانا چون کن دستش به دسته تایش دند کوپک به کوپکش کند یک جا ندید یک جا که هوارش دند که مردم هم صبور بیند و یک رهبری واحد داشته بیند که ما یکین رهبر ار پیشنهاد پا بلوچان دارید بورسیه پا زاگان و تیا نگید دانشگاهین که اکو حقوق دارید تلویزیونی و رادیویین اکو حقوق دارید و دیگه ملی نکو حقوق دارید و تی سهمیه باید بودجه ملی نگیرند و تی راو سڑک و شفاخانه نجور کنند پای کاران او یک توین کم بودی هستی و تا ای گوت
يكي ما بين وتيكا جفتنا كان من نتوار لا باس گزارش می واجه جرمن تو کن عادت هستم میشین بلوچ برات تاثیر کرده و حالی مردم هستا دویچ رنده تو کن نلا لمن ادنا كندا هستون جرمني نون كندا هستونو یک ولایتی به نام من شما ها نه یه دیگه میشین برات بلوچ و حالی تاثیر کرده که کار بکنه هست دویچ رنده تو که کجا هست لالا جرمن تو کجا کن جرمني جرمن توكا ودا بلوچ ها جرمني ودا بلوچ بعضن تو فعال بلوچن گشترکی مشرقی بلوچستان مردم هستند و شمغربی بلوچستان هم ودا هستند ولی من گو آوان متاسفانه ارتباطی نداریم ولی فعالیت شگندین که باز فعال هستند و باز جوان هستند و نظر علمی و سهم دولتی نه رشد و رودم جوانین دارند بله جرمنی ودا بلوچ باز است این شما با جرمن تو کن یه دیگه سنگت هم از آن نه میشمی افغانستانه بلوچستان شمالی بلوچستان شمالی به جرمنی تا هستند کم هستند تا که باز نه زنه که به افغانستان تا مشمه مردم که هستند تنک و تالان بوتگن تنک و تالان که بوتگن گرایش کم است مثلا تا فکر کانادا تا همه در حدودم بند شاید بند 300 گشتر هستند 300 گس هستند بلوچی ده هستند ولی ش افغانستان فقط هم 200 گس بلوچی ده هستند پیش کی ودنا افغانستان بلوچ اولو که اقلیت انت ودنا و خدا شنظری فرهنگی اقلیت منطقن بنا به فرق فرشدگی که وده هستی ولی هنو من گندین که من یک دو سه مردم ش افغانستان گومن تماس گیرند ولی بله شمه توارکت من نزه
منوار وجه اوجام تی دورنگ اپانی تر باور که ما ایچو زانت نبود افغانستان بلوچستان باور توی گپانه کنه که ممکن ما باز زانت کار میکنه آه چی که باز مهربانی